من در بسیار جلسه های دیگر ولایت دیگر منطقه گفتم که رحمت به پدر معلمان آموزگاران ولایت بدخشان که در سالهای وزمین‌ترین دشوار یک معلم از مکتب دست نکشید. شرایط من مکتب های دوردست کشراق رفته دیدگی بودم در چی شرایط بچه ها را دست میدادن، تعلیم میدادن. برای همین هم سویه دانشی بچه های که جوانان ولایت بدخشان از دیگر مناطق خیلی بلند است. حتی در دانشکده های عالی داخل شدن در بیرون از جمهوری هم سوادناکیشان سطح دیگر دارد. هزار مرتبه تشکر شمال به ما آیسته آیسته دیده ایستادیم که این به واسطه در تحت نظارت پرزیدنت است و هر سال ما کوشش کرده ایستادیم معاش یک کارمندان ساحه معارف را مثلا معلمان را بلند برداریم. این هم ناچیز است. خواهیم که آینده ملت باسواد باشد، خواهیم که آینده ملت دولت درخشان باشد. ما پیش از همه امروز رو به ساحه علم و معارف باید آوریم. وگرنه امروز ساحه علم یا که معارف به ساحه ماند، از نظارت دور ماند، آینده بدبختی ملت به سر می آید، بیسوادی می آید، یک تاریکی به وجود می آید. بچه که بیسواد ماند، ملت بیسواد ماند، چی می شود؟